خب سلام عزیزان، خوش اومدید به یه ویدیو خفنی از چنل رشته ریکس. امروز اومدیم بریم به دور و تکلیل کنیم. فواید کنیم عملی کردن روشنه جیجیز. بریم سراغ ویدیو. شاید بودید چرا من تیرکس ناین نیستم. سوال خودم هست، تیرکس ناین بسته است. همین امروز باید بوده ولی بسته است. نو پرابلم. این که این تاکی خودم اینه. نمیدونم چرا ولی ایناش اینجوریه. میتونم بگم این تکسچر رو با دست کشیدم، اون موقع پیسی نداشتم و بذارید بگم من الان 1 سال دارم به پروز بازی میکنم و خیلی وقت پیش این پک رو ساختم و یه سری باگا داشت که اون باگاش رو فیکس کردم و گفتم این پک رو بازم تا رایج عموم هیچ وقت فکر نمی‌کردم پک بگیرم شد. آیا من پولا نیستم؟ شاید باشه. سوال قدیمه نگاه بدش بوی بگوله خونده نات LGBT. من چرا کیپ ندارم؟ من کیپ ندارم. وایسا من کیپ بزنم. آقا این بلیک نمیاد. من عضو ناتو هم با اینکه ناتو تو اروپاست ولی خب من تو آسیا میدل ایست هم خودش این ناتو بازیه که جنگ جهانی سوم تشد. اگه دوست داشت نزنم این سورد پکه یه خیلی کوچولوه. این آیرونی پکه و چه مپ مزخرفی هم افتادیم. نایس و هدف میدم اما نتخرس. من یه دف بده خوبه ببخشید روی بولاش رنگ التیمیتی هست بجز این چیزه. چرا؟ چون که توی تیرکس ماین آکوا اگه تو حسابی حرف درست بزنم بولا شدم. تیرکس ماین و گیم آپ دوتا رنگ آکواشون با فرق کنه. مثلا توی اینجا یعنی گیم آپ آکوا نیست، خاینه. چون خاینه من واسه خاین تکسچر نشیدم و برای هم فقط من برای آکوا تکسچر شدم و خب آیا در این همچه سیبر خاینه میتونه دست رو اذیت بکنم. آکوا هست رو فقط هم نمیدونم دنبال زیر بغل ما نه بریم میگیریم. بذار بریم لوتش رو بخوریم. خیلی دیستی شدی برای من نفهمیدم. نخوردم این یه گل منو بده. اینا رو هیچ تغییری فعلا ندادم چون که هیچ ایده‌ای برای تغییرش نداشتم. مثلا اگه داشتم من بلد نبودم تغییرش بدم. خب باحال چیش بالا حالش یه نیست. گیریم میخواد بیاد با من بازی کنه. منم میخوام برم با گیریم بازی کنم. البته گیریم باید بدونه که باید بیاد با خب ما باید بگیریم تجاوز کنیم. البته نه تجاوز کنیم، وارد خونش میشیم، بدشو میذاریم، تموم میکنیم، میایم بیرون. به نظرم مول و رد این نقشه نمیده. چه صدا مولی زیاده. فست بریج برادر اندازه نو بریج سرعت دارد. برادر دوباره نکنه که میبارم موسوم میزنم رو تیپ ویکتورا بوکس. برادر شارپنس داشتی. اوکی شارپنس رو داشتی. چرا من وید شدم مثلا؟ اوکی شارپنس داشتی وید شدم. نوک شدم فلج گیمر شدم. فشار خوردم مردم. بودم بدش خبری میخواد. خبر میکنم من بدش فقط. ولی خب جالبه که نمیتونم برم بدش. چرا؟ چون خبر میخواد. البته خود خبر میخواد یا اندستونه هرچی باشه ما اهمیت میدیم. نه اهمیت نمیدیم. اون داریم تو نمیای بده ما حله. گفتم این باید بده ما اتک آن تایتان بدیم. بازم نظرت چیه میخوام بدیم تو بزنم. آی اختاپوس زد بالا. فشار بخور.
توی بلدی داری ولی اسکیل نداری. چه جالب. من برم شارپنس بگیرم را بوکس میزنم یه پیکم بخرم اسم کنم موتوریه میخواد بیاد من رو اتک بده موتوریه دم کنم موتوری ایمنی من هست ولی گرین ایمنی من نیست دایفور کلیچ سلام برادر خوبه میتونم با تمرین بوکس انجام بدم گپلم میخوری؟ با پروی دیگه تو خیلی پرو شده گپل این چی بیستابیه دست منه گیم ها فکر کرده های پیکسله تا جایی که یادم فقط های پیکسل اینا ای توف تو این تریپل کلیکی هر چیو میخرم روی توش سیبا بکنم خبر سنگی خریدم نو پرابلم میریم بلو چرا تا یک ساین بسته است شاید چون دارم آپدیت میدم فقط تا داستای من رو خرد کنم من هیچ وقت فصلی اینجوری یاد نگرفتم اگه کسی با من بگه با من یاد بمایی باید این استفاده یوتیوبر از یوتیوبر برای کامنت گرفتن این چیزی دیدی با من یاد میده چون من چیزی بلند نیستم این موسیقم سر همون نمیدونم برادر داشتم یه عقب خب برادر تو بدشه؟ نه بدش نیست ولی بدش کلر میخواد دارم با میسکلیت هایی که حضرت انجام میده همه چی دارم خدا من ویکتور بدیسوی افکت خریدم و نمیبینمش جالبه برام یه شارپ بخرم از شارپ هم میتونیم بریم گره یعنی چه از شارپ میخوایم بریم گره میتونیم بریم رد و طرف رد میتونیم بریم به حضرت گره فقط هم منو گره بد داریم نو پرابلم میریم بدش شاید بخوایم بهش یه اتک آنگوزار بدیم من چرا اندستون خریدم؟ مثلا اندستونو برای منه؟ آره دیگه برای منه نه برای عمم هر کی میخواد باشه اندستون های خودت دلک یکی داره با سر من سیب میخوره سیب نخور آقای رده بله آقای رد و شاخلاریه نو پرابلم ریپل رو روشن کردم هر وقت یه پایین میخوام بوکست بزنم ما نیست بایی بدم من بده چون که بده رفته هیچ اهمیت نمیدم یه سیب میخورم محض احتیاطه ایران کشور خوبیه ایران درست میشه همچنین ایران رندم حس میکنم داره میاد پایین آبونو هم اونجا چه خرطوخریه گره هم این برداشت میرفت بالا نافیک من یه چیت دارم که حالا چیت نیست دیگه برای کلایم تمام میتونم پشت سرم رو ببینم البته این در چون جلومه نمیتونم ببینمش میتونم با فایربال جامپ برم داشتم نمیتونستم ولی خب تونستم جواد خیابانی هستم بازیگر هستم افتاد سر دیدم یه سیوا دوباره میخورم فقط همجوری من بدونم بعد چیکار کنیم بعد بلو اونجا کیلشو گرفت پس ما میریم کیل بلو رو کیل رو تونستم حرف بزنم اگه تونستم من حرف بزنم خب ببین گره صد داره میاد بده من خب چرا چون فقط من بد دارم تو گیم پس ما از این تکنیک های چی بهش میگفتم تارزان بازی استفاده میکنیم تا بریم این بالا و وقتی رسیدیم به این بالا و آقای بلو رو دیدیم همینجوری از پشتش بیام کفتش کنیم خیلی نقشم با درزش نمیدن فقط منم گره جیجی الان من میتونم این گولا رو سیو بدم میتونم سیو ندم میتونم برم سمت دیگه صدای شکستن نیومد اول توی گیم نه اوف ببین کی اینجاست آقای حسام 1390 آقای حسام 1390 فکر کردی من تو میترسم درست فکر کردی سیب خوردی ازت میترسم تو واقعا آدم خفنی آقای حسام 1390 بمیر سلام همتون رو من بودید نفر سوم کی نه نفر سوم نفر دوم کی سلام حسام نه